سلام بر شما عزیزان. خیلی از من سوال میشه که چجوری مشاور بگیرم. مشاور میگیرم، نمیتونم مشاورمو نگه دارم. نظم و ترتیب املاکم به هم ریخته. در این پست به تمام نکات ریز در این باره میخوایم بپردازیم. دقت بفرمایید. ما نیاز به یک تیم حرفه‌ای داریم. به عنوان مثال شما وقتی یک فوتبال داری نگاه میکنی، یک والیبال داری نگاه میکنی، فارغ از ایرانی یا خارجی بودن اون مسابقه، وقتی لذت میبری که بازی دو تیم حرفه‌ای رو ببینی. یه واقعیت. امروز من خریدار یا من فروشنده هم حکم همون تماشاچی رو داریم. زمانی لذت میبریم که وقتی وارد یه املاک میشیم تیم حرفه‌ای ببینیم. این تیم حرفه‌ای باعث برند شدن شما و موفقیت دوچندان شماست. دقت به این نکات خیلی مهمه. یک منشی در اصل یکی از پرسنل مهم و به عبارتی من به جرئت میتونم بگم ستون دفتره، ولی باید آشنا به کار املاک و برخوردش حرفه‌ای باشه. نه خیلی لوس باشه، عشوه‌ای باشه، نه خیلی خشک باشه، نه اونوری قش کنه نه اینوری. یک پرستیژ مشخص. در زمانی که مدیر در دفتر نیست، در زمانی که مشاوری در دفتر نیست، ایشون نماینده شماست. اوکی؟ پس رو گرفتن منشی و استخدام منشی شدیداً دقت نظر داشته باشید. دو موضوع مشاوره که ما یه مشاوران مبتدی داریم، یه مشاوران حرفه‌ای. مدیر محترم قرارداد لطفاً اجازه نده مشاور مبتدیت، مشتری که از در میاد تو، اجازه کارشناسی بده. بله آقا درسته، چند متری چند 100 میلیون، نه آقا من 140 میلیون برات میفروشم. چند وقته بچه جان تو کار املاکی که اظهار نظر قیمت گذاری میکنی؟ خب مشاور حرفه‌ای تو از دست میدی. میگه من 10 ساله تو این کارم، این بابا 6 ماه اومده تو این کار داره جولون میده و مدیرم توجه نمیکنه. این یه موضوع دوم، مدیر محترم قرارداد اگر مشاوری به شما اعلام کرد که مشاوری دیگه با منشی زد و بند داره، فایل با هم رد و بدل میکنن، مشتری با هم رد و بدل میکنن، یا به عبارت ساده تر آقای ایکس یا خانم ایگرگ تو املاک دیگه قرارداد نوشته و توی مدیر توجه نکردی، بدون املاک در حال سقوطه. میرسیم به مدیر محترم. مدیر محترم حتما باید یک مشاور فوق حرفه‌ای و لیدر گروه باشه. رئیس بازی در نیاری، برو بیا بگیر بشین برپا برجا. مشاور نه حقوق ثابت داره نه بیمه، یه اعصاب راحت میخواد. کمکش کن، به اعصابش کمک کن، حالشو خوب کن، کاری باهاش بکن. شب رفت خونه خوابید، استرس اینو داشته باشه سریعا فردا صبح بیاد و حال کنه با محیطش، نگه بابا دوباره باید برم سر کار. که تو قسمت روانشناسی مدیران املاک خیلی من روش تاکید دارم. ما موضوعی که داریم برای این که دفترمون قشنگتر باشه، دفترمون خوبتر باشه، دیزاین دفتر نمیگیم خیلی حرفه‌ای باشه ولی تمیز و مرتب باشه. بعضی موقع میبینم بعضی از دفاتر املاک سرامیک زده تا سقف، آدم احساس میکنه وارد درمونگاه شده واسه تزریق. نوع چیدمان، صندلی منشی کجا باشه، صندلی مشاور کجا باشه، نمیدونم دیزاین به چه شکل باشه، اتاق قرارداد. اگر املاکت کوچیکه یه واحد دیگه اجاره کن. 6 تا 7 مشاور نشینن بعد 4 نفرم اومدن میخوان معامله کنن. خوب نیست به خدا. حتما به فکر اتاق قرارداد مستقل باش. تسویه نقدی نگو مشاوران میپیچن میرن. کمیسیون گرفتی درجا پول بزن به حسابش. شماره کارت بگیر. اصلا نیازی نیست بروش بیاری. صدقه نیست، حقشه. نقد بهش بده، در ماه به جای 1-2 تا بنویسه. و ارائه خدمات. قولهایی که روز اول مدیر قرارداد میدی، آگهی میدم، کاری انجام میدم، این اختیارات رو میدم، جایزه میدم، کسی رو بولد نکنین. مشاوری که 2 تا دونه قرارداد نوشت هندونه زیر بغلش نذارین. مشاوری که قرارداد مینویسه داله بر مشاور حرفه‌ای بودنش نیست، اون روزیش بوده. وقتی خیلی یه نفری که هنوز گنده نشده گندش میکنید، داری در حقش خیانت میکنی، سطح توقعش رو میبری بالا و چشم باز میکنی ببینی تمام مشاوران خوبت رو از دست دادی. به نکاتی که گفتم خواهشاً با دقت عمل بکنید و نظرات خودتونم کامنت کنید.
آرزوی موفقیت دارم براتون. شاد و تندرست باشید.